سلام به جلسه دهم لایو کشف جادوی عادتها خوش اومدین. من و ساله اینجاییم تا با استفاده از جادوی عادتها بتونیم زندگی مورد نظر خودمون رو بسازیم. با ما همراه باشیم. ساله سلام. هنوز کسی نیومده؟ یه زمان بده دوباره شارژم داشتم. سلام به لایو دهم جادوی کشف عادتها خوش اومدین. همونطوری که میدونیم با ساله اینجاییم تا از جادوی کشف عادتها استفاده کنیم و زندگی مورد نظر خودمون رو بسازیم. ساله سلام، شب بخیر. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا و اینکه امیدوارم که جلسه خیلی خوبی داشته باشیم. نگین، ما در مورد هدف صحبت کردیم جلسه پیش، خب اما توی این یکی دو روزه با چند تا از دوستان که صحبت کردیم هدف ننوشته بودن هنوز. و اینکه با اینکه ما انقدر سیمپل تو دو توضیح میدیم و اینکه اینو میگیم هی تکرارش میکنیم، نمیدونم چرا افراد انجام نمیدن. نظر در مورد این قضیه چیه؟ به همون یه توضیحی میدیم که چرا آدم ها هدف نمی نویسن و اینکه یکم هم در مورد هدف حالا حرف بزن دوباره برامون. ساله خیلی جالبه اینی که گفتی. واقعا خب همیشه تا بوده همین بوده. یه داستان جالبی هست که ساله همیشه خودش تعریف میکنه. حالا من دوست دارم اینجا تعریف کنم، شاید به درد بقیه کسایی هم که دارن اینو گوش میدن یه فایده داشته باشه. یه یارویی بوده، یه سگ داشته. بعد سگه نشسته بوده داشته ناله میکرده. همینطوری که نشسته بوده ناله میکرده. بعد یه بنده خدا میاد رد میشه، میگه این سگ چرا اینقدر ناله میکنه؟ میگن آخه یه سیخ زیرشه. میگه خب چرا پا نمیشه؟ میگه آخه هنوز اونقدر بهش فشار نیومده. این داستان خیلی از ماها توی زندگیمون، یعنی من خودم هم این نقطه رو تجربه کردم و خیلی وقتا من و ساله خودمون استفاده میکنیم از این اصطلاح برای اینکه حرکت کنیم. خیلی وقتا ماها توی حاشیه امن خودمونیم. ساله میدونی هنوز شرایط اونقدر حاد نیست، یعنی یه سقفی بالا سرمون هست، شکممون سیر میشه، یه حقوقی داریم، یه امنیت داریم. میدونی این امنیت، این حاشیه امنه نمیذاره تو بیشتر فکر کنی، نمیذاره بهت دردت بیاد، تحملت میره بالا. خب اینکه صدای من کمه. الان صدام خوبه؟ آره، این حاشیه امنه. داستان همینه دیگه. میدونی باید سعی کنیم از این حاشیه امنمون بیایم بیرون، نذاریم مجبور بشیم یه سری کارا رو بکنیم. نباید بذاریم دیگه تو سن 60 سالگی تازه دکتر بهمون بگه دیگه نباید مثلا قند مصرف بکنی، نباید بگه دیگه مثلا نباید زیاد فعالیت بکنی، پله بالا پایین نری. میدونی جایی نرسیم که مجبور بشیم مثلا دکتر بهمون بگه دیگه نباید سیگار بکشی. میدونی این اونجاییه که دیگه آدم باید دردش بیاد که پاشه دیگه. و من اگه اینجا میخوام بگم که کسایی که صدای منو میشنون نذارید به اون جایی برسه که دردتون بیاد که پاشید. چون کسایی که دردشون میاد که میرسن. همیشه همه آدمای موفق گفتن همیشه همه‌شون یه دوران سختی رو تو زندگی داشتن. یعنی روشن‌ترین لحظه زمان طلوع دقیقاً لحظه‌ایه که قبلش تاریک‌ترین نقطه است. یعنی به اون نقطه‌ای که برسی که قطعاً بعدش روشناییه. به خاطر همین خیلی از آدمای موفق سختی‌های زیادی رو تحمل کردن و همه‌شون یه داستانی پشت زندگیشون هست. ولی غیر ممکن نیست. یعنی میشه تا قبل از اینی که بهت اون فشار بیاد و
به اون سرحد برسی، پاشی و تغییر بدی. چون کارش خیلی ساده است، واقعا همینه که باید هدف بنویسی. واقعا همین شروع کردنهای کوچیکه، اصلا اهمیتی نداره چند سالمونه، کجاییم، تو چه موقعیتی هستیم. اصلا قانون اصلی اینه، قانون اینه که همه چیز درون خودته. یعنی تنها مانعی که واسه آدم ها وجود داره خود آدم ها. یعنی هیچ محدودیتی واقعا وجود نداره. من آدم 80 ساله دیدم که همه سالمه، 94 ساله. یه پست داشتم میدم، یه خانومی بود 94 سالش بود، هنوز داشت کار میکرد، هنوز اکتیو بود. بعد متاسفانه توی چیزی که ما یاد گرفتیم، توی دورانی که ما زندگی کردیم، دیگه هر کی سنش رسیده به 50-60 سالگی دیگه ناامید بود از زندگیش. میدونی من کسی رو ندیدم که بگه آفرین مثلا چقدر خوبه، چقدر مثلا انرژی داشته باشه، بخواد یه انرژی خوبی به اطرافش بده، یه حرکتی بکنه، یه تکونی بده، مثلا این خانواده رو، دور و بریاش رو بگه آقا پاشید دست دیگه. میدونی و به نظرم این حاشیه امن است. یعنی حاشیه امنمون رو باید خراب کنیم، یعنی خودمون. شما توی جلسه قبل یه صحبتی کردی راجع به اینکه آدم باید یتیم بشه، کودک پاک همیشه نباید بمونه، باید یتیم بشه، باید یه جایی بفهمی که دیگه ادامه ای وجود نداره تا خودت نخوای. و دقیقاً این امنیت، این حاشیه امنه هم همینه. یعنی خودت باید خرابش کنی. اونجایی که خودت باید خودتو یتیم کنی، اونجا هم خودت باید بیاد حاشیه امنتو خراب کنی. یعنی قبل از اینکه مجبور بشی یه سری کارا رو نکنی، آگاهانه و عاقلانه نکنی. نظر شما در مورد چیه آقا صالح؟ ببین حرفا خیلی خوبی زدی. خب اه، یه داستانی یادم اومد وسط حرفات. یه از اون داستانه میخوام شروع کنم بگم. یه آقایی خیلی آدم مغروری بوده و خیلی فکر میکرده دیگه برا خودش کسیه. رفته بود توی یه رستوران سلف سرویس و نشسته بود پشت یه میز و سرش تو گوشی و منتظر که یه نفر بیاد ازش سفارش بگیره. بعد میگذره یه رو 20 دقیقه میگذره، سرش رو میاره بالا، میبینه میز بغلی که هیچکی نبود یه نفر نشسته، غذاهای رنگ و رنگ هم جلوشو داره میخوره. برگشت به یارو گفتش که آقا یعنی داستان چیه اینجا؟ چرا شما نبودی من اومدم اینجا؟ چرا هیچکی اما سفارش نگرفته؟ شما الان سفارش داری؟ غذات رسیده؟ انقدرم رنگ و رنگ. گفت عزیز من اینجا رستوران سلف سرویسه، باید بری انتهای سالن، انواع و اقسام غذاها هست، هرچی خواستی برداری. داستان ما هم توی زندگی همینه. اینجا یه دنیای سلف سرویسه. بعضیا نشستن منتظرن یکی بیاد سفارش بگیره ازشون و بعد بیاد بگه چشم قربان بفرمایید این خدمت شما. فکر میکنه از خدا همچین توقعی رو دارن، از خدا همچین تصویری رو دارن، در صورتی که اینجا دنیای سلف سرویسه. تو هر چیزی که میخوای و باید بری ورش داری، باید بری به سمتش و انتخابش کنی، باید دستتو دراز کنی و برش داری، باید حرکت کنی به سمتش. اول از همه باید انتخاب کنی بدونی چی میخوای. چون وقتی میری سر سلف سرویس دیدی که 70-50 مدل غذاه، نمیتونی از همه بخوری که، مگه چقدر جا داری؟ دیگه خفن ترین آدم فکر کنم نهایتش بتونه 10 مدل غذا رو بخوره، مگر اینکه هر کدوم بخوای یه دونه بخوری. خب واقعا بازم نمیشه. واقعا تو باید انتخاب کنی، تو باید تکلیفت با خودت روشن باشه. وقتی میری توی یه رستوران سلف سرویس، حالا درسته حق انتخاب زیاده، ولی قبلش این حق انتخاب رو به خودت بده و ببین که آقا چی میخوای، چی دوست داری، چی دوست نداری. هدف گذاری کن که وقتی میری به هر سمتی کشیده نشی، هر چیزی نخوری. تفاوت هدف داشتن با هدف نداشتن دقیقا تو این قسمته که کمک میکنه تو
انتخاب‌های درست انجام بدی. تو وقتی هدفت سلامتی باشه بنویسی و هر روز با خودت مرور کنی که آقا من سلامتی یکی از بزرگترین اهداف زندگیمه. خب این بعد تو هر روز وقتی اینو مطالعه میکنی، چون هر روز باید تلاش کنی و بجنگی برای رسیدن به اهدافت. اینجوری نیست یه تایمی الان تلاش کنی. من یه وایس دادم در مورد موفقیت که موفقیت یه مسیره، یه هدف نی تو بزنیش. تو باید یه مسیری رو طی کنی، تو یه مسیری که قرار داشته باشی تو مسیر موفقیتی. اون موقع هر اتفاقی بیفته تو آدم موفقی هستی. خب دیگه اون شرایطیه که دیگه شرایط تعیین نمیکنه تو کی باشی، تو تعیین میکنی که چه اتفاقاتی در دنیای اطرافت بیفته. این قدرت انسان و مغزشه. و این حاشیه امنی که تو گفتی میاد این قدرت تخیل و این جسارت رو از ما آدم ها میگیره و عادتمون داده. خیلی ها هستن، من مثلا اینجا رفته بودم توی یه فروشگاه اکشن، بعد یه دختر 17 ساله نشسته بود رو زمین، داشت مثلا وسایل میچیند. برای چی؟ برای ماهی 1000 تا، ماهی 1500 تا، ماهی 2000 تا. به چه قیمتی؟ به چه قیمتی داره؟ چرا همین 8 ساعت رو هیچکی نمیشینه کتاب بخونه به خودش اضافه کنه؟ من مطمئنم آنتونی رابینز یه آدمی بوده که سرایدار یه ساختمون بوده، خب و هیچی حالیش نبوده. یه هدف گذاری کرده، اونم این بوده که روزی یه کتاب بخونه، فکر میکنم، یا اینکه یه تعداد کتاب زیادی رو بخونه تو سال و همین اتفاق میفته و بعد از خوندن اون کتابا میشه یه مربی انگیزشی و امروز 8 میلیون نفر هستن که کتابهاشو خوندن و تعداد زیادی آدما هستن که از طریق جلسات این آقا به موفقیت رسیدن. این همون سرایداره است. مونتا اون سرایداره یه جایی وایساد و به خودش گفت بسه، تا کی من سرایدار باشم؟ بذار روی خودم سرمایه گذاری کنم. یکی از اشتباهاتی که آدم ها انجام میدن اینه که فکر میکنن باید رو کارشون تمرکز کنن. نه عزیز من، نه دوست من، شما باید رو خودت تمرکز کنی، رو کارت نباید تمرکز کنی. شما باید خودتو ارتقا بدی، کارتو نباید ارتقا بدی. شما اولین چیزی که داری پرزنت میکنی خودتی. این بدن است، بدن تو سالم نگه دار، فکر تو سالم نگه دار. اجازه نده بهت بقبولونن که شرایط میتونه تعیین کنه تو کجا هستی. چرا همچین چیزی رو میپذیری تو زندگی؟ این حاشیه امنا رو باید بشکنی، باید خارج بشی از این فضا و بیای خودتو یتیم کنی و بیای شروع کنی به نوشتن، شروع کنی هدف نوشتن. خیلی انگیزه ندارن، میگن آقا من تو زندگی انگیزه ندارم. دقیقا به خاطر اینکه هدف نداری، چون هدفه که به تو انگیزه میده. انگیزه از رو هوا که نمیاد که، انگیزه از دل هدف میاد. تو اگه هدف داشته باشی انگیزه داری، و الا همین جوری انگیزه از رو هوا نمیاد یه نفر به تو انگیزه بده. تو باید یه هدفی داشته باشی تو زندگی، بخوای به جایی برسی. اون موقع وقتی من میام صحبت میکنم این تلنگره بهت میخوره و تو حرکت میکنی به سمت اون مسیری که میخوای. ولی وقتی هدف نداشته باشی، هر کسی که میاد صحبت میکنه یه تأثیری رو تو میذاره. حالا یکی تأثیر مثبت، یکی تأثیر منفی. خب یه تأثیری بالاخره روی تو میذارن و اینکه تو به سمت هدفت حرکت نمیکنی. هر کسی این ضربه‌ای که به تو وارد میکنه، این اطلاعاتی که به تو میده رو تو میری پرس میشی به یه سمت دیگه و اینا فایده نداره. تو باید هدف بنویسی. یعنی هیچ راهی نداره. دلیلش هر چیزی که هست، میترسی، حال نداری. من اومدم اینجا بهت بگم که ببین هیچ راهی غیر از نوشتن هدف نداری. هدف نوشتنم خیلی آسونه. 100 تا از چیزایی که میخوای و بنویس. حالا ما یه دوره‌ای رو داریم طراحی میکنیم در مورد نوشتن هدف، اینکه چجوری هدف بنویسیم و خودمون داریم از اول یه لیست هدف جدید برای خودمون درست میکنیم و طراحی میکنیم و اهدافمون رو ارتقا میدیم که بتونیم به دستش بیاریم، که اون دوره رو هم حتما برگزار خواهیم کرد. اما میخوام بهت بگم که هدف نوشتن واقعا کاری نداره. تو کافیه بگردی و
دنبال این باشی که ارتقا پیدا کنی و دنبال این باشی که توی رستوران سلف سرویس ببینی چی میخوای، نه اینکه منتظر باشی کسی بهت یه چیزی بده. بعد تو رستورانه بری و انتخاب کنی، هزاران غذای خوشمزه هست برای لذت بردن از این دنیا. اما اگه انتخاب نمی کنی، این مسئولیتش به عهده خودته، به عهده کس دیگه ای نیست. باید اینو بهت بگم. نگین جا، من حرفامو تموم کنم. فکر میکنم که کافی باشه در مورد هدف گفتن. مرسی. سال بین داستانی که داشتی تعریف میکردی منم یه داستانی یادم اومد بگم و بعد جلسه رو ببندیم. یه روز یه کماندار پیر و عاقلی بوده، توی یه مرغزاری داشته به 2 جوون تیراندازی آموزش میداده. یه سری نشونه ها هم از درخت آویزون بوده که اینا باید تیر میزدن بهش. کماندار اول میاد این تیرش رو از تیرکش در میاره و میذاره تو کمان و نشونه میگیره. بعد این کماندار پیره بهش میگه که چی داری میبینی؟ هرچی میبینی و بهم بگو. این یارو میگه خب آسمونا رو دارم میبینم، ابر میبینم، درخت میبینم. بعد کماندار میگه بذار زمین بیا اینور، تو هنوز موقع تیراندازیت نشده، بیا اینور. جنگجوی دوم میاد وای میسه، تیر از تیرکش در میاره و میذاره تو کمونش. میگه خب بهم بگو ببینم چی میگی، چی میبینی؟ میگه من هدفمو میبینم. میگه بزن. همینه. میزنه و میخوره تو هدف. یه داستان خیلی کوتاه و قشنگی بود که دوست داشتم اینجا بگم. اینکه باید بدونی چی میخوای و روش تمرکز کنی، باید فقط اونو ببینی. یعنی اگر قراره از این وضعیت اقتصادی خارج بشی، اگه هدفت اینه که وضعیت مالی بهتری داشته باشی، فقط باید وضعیت مالی بهتره رو ببینی. نمیشه وضعیت بد رو ببینی، اقتصاد خراب رو ببینی، نمیشه خانواده که حالا شرایطشون اوکی نیست رو ببینی، اطرافیان رو ببینی، همه چی رو ببینی، ولی اصلا به اونی که میخوای رو نبینی. هدف دقیقا واسه همینه. هدف واسه اینه که بیاد نشونت رو به تو نشون بده و تو باید فقط نشونت رو نگاه کنی. تو فقط باید سیبلت رو نگاه کنی و بری به سمتش و بیشک میخوره بهش. بیشک تک تک چیزایی که میخوای به دست میاری و خیلی ساده است. همینقدر ساده و باور نکردنی. تنها مانعی که واسه هر آدمی وجود داره خود اون فرده. ازتون میخوام که مانع خودتون نباشید. مرسی که وقت گذاشتید و ما رو نگاه کردید. امیدوارم که بتونید از اینا استفاده بکنید و زندگی بهتر و عالی‌تری رو برای خودتون بسازید. شبتون بخیر. بله کاری نداریم. مرسی، ممنونم، تشکر. شب همگی بخیر. شب بخیر. حالا من یه سوال دارم. سواله، میخوای یه دقیقه وایسا؟ بیا ببینیم که من یه سوال میوت میکنی؟ من میخوام از کسایی که توی لایف هستن بیان بهمون بگن کسی هست که هدف نوشته باشه یا ننوشته باشه بخواد راجبش حرف بزنیم. یا دوست داره بنویسه و الان میتونیم بیاد بالا حرف بزنیم و اینکه بگیم چیکار کنه چیکار نکنه، یکم راهنمایی کنیم بهش و بنویسه، ولی به شرط اینکه بنویسه، قصدش این باشه که بنویسه. خیلی خوبه که دارین سعی میکنی بنویسین. چند تا حالا تونستین هدف بنویسین؟ من ندارم کامنت. خاله تا حالا چند تا هدف نوشتی؟
حست چیه؟ حست خوبه؟ جایش برات سوال نیست که چجوری مثلا بنویسی بدون محدودیت مینویسی هر چی که بخوای، هر چی که واقعا دلت بخواد؟ اصلا نیست الان فکر کنم. خدا رو شکر خیلی خوبه. خیلی خوشحالم که میشنوم. سر کامنت ها نداری؟ دادن که خیلی از همون موقع که لایو شما رو میبینم خیلی بهتر شدم. و سعی میکنم همه روز انجام بدم. خیلی خوبه خاله، همینجوری باید بنویسی، باید برسونیش به 100 تا. به این فکر کنی که دوست داری تا زمانی که زنده ای و توی این دنیا فرصت زندگی کردن داری، دوست داری چه چیزایی رو تجربه کنی؟ دوست داری تا لحظه آخر چه چیزایی رو از این دنیا تجربه کرده باشی بدون محدودیت؟ بدون محدودیت یعنی اصلا بدون اینکه به شرایط و موقعیت و وضعیت مالی و وضعیت خانوادگی و همه اینا فکر کنی. خیلی عالیه. چه کتابایی میخونی؟ آره میتونیم قطع کنیم. اگر سوالی، حرفی، هر چیزی که داشتین توی دایرکت پیام بدین با هم دیگه صحبت کنیم. شبتون بخیر. خداحافظ.